نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چیکار کنیم؟ غنیمت بشماریم. زیرا ما و شما نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. میگذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بردارو مرحمت مشینه برانیسا خانه سکنه انشاءالله خدمت دائمینه برادرها خانه سکنه انشاءالله خدمت دائمینه. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک می دانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقت گذشتن از منزل روزها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان میگذارین، گورستانی که روزها خوابیده‌اند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن انکار میکردین، شما کسانی بودین که نماز در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خود به عرق نوشی سپری کردین. وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین، خدای شما گفته بود این الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند، بزم خدمت باز دشمنی خودش میآورزد، او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما، امروز در روز قبول دعاست، از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همون مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار میگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتن اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند این دیوسی را نشان میدهد. برای البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی.
خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست خدایا مشکلات تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن ختم نیست. حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نقص بنویسش. نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر و مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر و مادر اگرچند که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر و مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته او پدر و مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر و مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستند پرسان کنند. ما را چند کس میگوید ما راستی بار میپرسیم پدر و مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزا اونها تربیت کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام دامله ها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینها را باید که ما بفهمیم. دامله ها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد. من بعض دامله ها این رساندنی هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودند. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست، زندگی بی جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خچان نکاح کرده دادن. این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن به اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که بیعود بی نکاح است، اون نکاح نشد، اگرچند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جان آمده است. این زن بی طلاق است. چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا هست آخه. تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد. زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند او شوهر نیست. این نکاح نیست. همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد با او زن دیگر همخوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز، من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه به ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن منع است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، با
باز یک بار گناهگار میشن. التماس من راستی با این سوالم نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید، دیکن دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، ایتری ابو جهلا پر است، ما برای هیچ غم هم نداریم. وقتی در هر زمان محمدی هم است، ابو جهلی هم هست. دی مکان میگد به هر رویت گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمیشود. میکنم که سوال مرا با پررگی جواب گوید. در ماه شریف رمضان در 30 روز ماه دخترها با پسرها مابین روز در بخشکایی میکنند. این روزه نیست. وقتی که بخشکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزمی این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهگار میگردید. با اینها رجوع نکنین. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست، همون خارهایی که شما کلان کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط همون خار، از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانات دور کنین. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین اونها را دور کنین. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بسی و تشنگی تمام به همین روزه بجا آمده باشد. نه، تمام اعضای انسان باید روزه دار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که دامله حاجی میرزا، حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال خودتان ملاحظه کنین که حمام چی معنی داره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتن از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتن پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود، بایسا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدرآیین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل میشویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارند، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ایران نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتن؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد. چی میگوید؟
فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، بایسا که اجازت ندهد که زن او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. فقط سطر عورت. این هم یک حالت اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گویید که مادر به سر گور فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وی را روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقه‌نامه بوده است. این چگونه حجت بوده است؟ وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشان و وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم‌ها پشت‌های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستند، معنای همون هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد با وی اوبال نیست؟ اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق با زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد تأمین هر دی این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانعگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتند، این زن از عایشه سوال کردند من این جئتی؟ از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر. گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور؟ عایشه آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها. بلی گفت ای ابی ملیکه پیغمبر خدا اول من کردند لکن در آخر اجازت دادند که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیادی هم در باب منع کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که ستر اسلامی داشته باشند. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست
در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند. انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما، همین زنهای ما و شما آباد گیرن، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود، در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد، تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم داملای عزیز، من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته اید. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدیم یا نه که این که بیدار شدم. این چه خیلی خواب است. من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب می‌بیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب می‌بینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش می‌بیند، حضرت ابوبکر در خوابش می‌بیند، حضرت عثمان در خوابش می‌بیند. این در هر خواب داخل نمی‌شود. داملای شیرین سخن عزیز، سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردند از غرب و مهربانی های پدرشان. یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنند یا برای رزق روزی رفتند، خدای مهربان اونها را صحت سلامت برده، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم، در محله ما داملا امام تسبیح بعد نمازها را بلند نمیخواند. قوم در حیرت ماندند از ترس ملا امام، آیا بخوانیم یا نه؟ بلند خواندن تسبیحات 33 بار فرض است یا سنت؟ التماس جواب دهید. حضرت ابو هریره میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح الله فی دبور کل صلاة 33 و حمد الله 33 و کبر الله 33 و تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا گفتند هر کسی بعد نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و 100 کلمه این لا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند اگرچند که مثل کف که بحر که خطا داشته باشد. از این خاطر ملا امام هم که گفت شما هم برابر ملا امام همان تسبیح ها را گفتن بگیرید. خواه نماز بعد نماز شام هم شما تسبیح ها را بگین، بعد هر یک نماز تسبیح ها را بگین. انشاءالله خداوند مغفرت گناه های شما را میکنه. درود و رحمت خدا بر شما ای داملای محترم. خداوند عمر شما را دراز و با برکات گرداند. از شما خواهش دارم همین موضوع ها را برآمد کنید. من یکی از مخلصان دائمی این مسجد هستم. این برادر 3 موضوع را برای ما پیشنهاد کردند که همینها را بسیار خوب میشود برآمد کنید. یکم قربانی حضرت اسماعیل، دوم حضرت ابو حنیفه را ترجمه حالش را و سوم درباره تربیت فرزند. انشاءالله همینها بعد موضوع قیامت خدا خواسته باشد در اراده و در نیت ما هست.
البته این عید قربان، نزدیکی های عید قربان که مخصوص همین قربانی حضرت اسماعیل است به شما انشاءالله میرسانم. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگر پایان نماز تراویح میخواندیم. در این بین سوالهای به میان آمد که با عقل آدمی درست نمی آید. یکم، جوگی را نان دادن اوبال بوده است. دویم، چیزی که به جوگی صدقه میدهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سوم، کتابهای چاپ شده ای که در بازارها میفروشند ما میخوانیم، خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوالهای دراز میدادگی شما برای من معلوم است، اما من میخواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: رد السائل ببذل یسیر. هر وقتهای طلبنده که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یک خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشید با سخن خوب وی را از خانه بیرون کنید. فإنه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائر، این طلبنده آدم نباشد میگوید پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد، شما را خدا شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره و الضحی را نگاه کنین. و اما السائل فلا تنحر. خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گپهای قبیح نگین. شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان ها بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته ای باشد که ما و شما احتیاج به اون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدایا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پرفیض و پربرکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست.